درود، تحولاتی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما عزیزان میکنیم. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوعی برنامه امروز 24 اپریل. فرمان بحث برانگیز بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان بکار شد. شرکت‌های موبیلی گفتند نرخ پیشینه را برقرار میکنند. دادگاه شهری دوشنبه بحث مالکیت مуҳиддин کبیری را به فایده دولت حل کرد. خانه‌ها مصادره میشوند، مردم باید کجا روند؟ ما خانه‌ها را در یک چیزی وای خریدگی بودیم با مقدار 15-20 هزار دلار تعمیر کردیم. اگر در شکل اساسی ریانده بگیرد اینا در کجا عدالت است؟ لگیونرها به پیش. پارلمان تاجیکستان فوتبالبازان خارجی را از پرداخت انداز آزاد نمود. کارشناسان از این قرار انتظاراتی زیاد دارند. خوبتر هست که با جمهوری هم بازیگران با صفت میآیند و هم مربیان با صفت، یعنی با درجه بلندتر میآیند. در نتیجه باران سخت امروز و آمدن سیل در ناحیه فیضاباد 2 نفر جان خود را از دست دادند. چند تن دیگر در حالت وزنین قرار دارند. مقامات گفتند که این افراد به پادبانی رفته بودند. سیل مخصوم سعید ساکن 50 ساله دهه سیدان و نورس 14 ساله را کشته است. ساکنان روستای سرچشمه ناحیه فیضاباد خبر دادند که آفت طبیعی 20 خانه را ویران و 10 سرچاروا را با خود برد. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید ماموران نجات وضعیت را از نزدیک تحقیق میکنند. دیروز پرزیدنت تاجیکستان امر داد که قرار نوی مربوط به نرخ اینترنت بکار کرده شود. از این دستور غیر انتظاری عملی رحمان ساکنان کشور اظهار خوشحالی میکنند. اما حالا سوال مطرح این است: سرنوشت مبلغ‌های مشتریان که با نرخ بلند اینترنت خریده بودند چی می شود و شرکت‌های موبیلی تعرفه های خود را چگونه به راه میمانند؟ زرانگیزی نوروشا و شادمانی یتیم به این پرسش‌ها پاسخ جستند. بیبی زبیدова که 5 فرزندش در مهاجرت مهنتی و خارج کشورند میگوید 5 روز اخیر در تلفن موبیلیش پول را صرف کرد که قبلا در 1 ماه بسنده بود. زیق شدیم مخی بچه وقتی گپ زدن نشد زیق شدیم. 5 تا پسر دارم همش مهاجرت با با چند بار گپ می‌زدید؟ هر امروز ایناش قطی دیگر روز بیاش قطی دیگر روز بیاش قطی هر روز بودیم. از تصمیم بازگشت به نرخ پیشینه قبل از همه آنهای استقبال کردند که مثل بیبی با فرزندانشان توسط اینترنت تماس داشتند. برای زنکوخ البته یک اقدامی نست که اینترنت پول اینترنتی را نست ارزان کردن نست. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان صبح 24 اپریل قرار جنجال برانگیز خود را درباره افزایش نرخ اینترنت و گفتگوهای موبیلی بکار کرد. فرمان نو در پی امر پرزیدنت صادر شد که شام 23 اپریل گرانشویی ارزش اینترنت را لغو کرد. حالا اکثر مشتریان شرکت‌های موبیلی می‌خواهند بدانند که سرنوشت تعرفه و نرخ‌گذاری خدمت‌رسانی‌های پیوست کردهشون چی می‌شود. برخی با مبلغ زیاد برای 1 سال بسته‌های اینترنتی خریده بودند. مسئولان چند شرکت موبیلی تاجیکستان هم خبر دادند که به زودی تعرفه و نرخ پیشینه اینترنت را برقرار می‌کنند. در مورد آنهایی که الکی پیوست شدند، آنها نیز موافق خواست خود می‌توانند تعرفه‌های نو را انتخاب کنند. آنها موافق خواست خود تعرفه نو انتخاب می‌کنند و در دایره همون به تعرفه نو نه اصلا گریم تعرفه پیشتر بگذرانده بشن. چون که تعرفه پیشتر الکی برقرار کرده شدند، الکی امکانی پیوست شدن با آنها وجود دارد. با قرار خدمات ضد انحصاری سر از 18 اپریل نرخ اینترنت موبیلی در تاجیکستان گران شد. این خبر موج ناراضگی ها را به بار آورد. گروهی از فعالان برای مراجعت دستجمعی به رئیس جمهور معرکه امضا جمع کنی را به راه ماندند. شهلا ابراهیمова یکی از تشبسکاران این اقدام بود. آنها خواستند با ارسال مکتوب به پرزیدنت برای پایین آوردن نرخ اینترنت تاثیر رسانند. یکم روز همه امضا گذاشتن نقض بود، دوم روز فشارها صرف شدن، لیکن من گفتم که ما تا آخر میرسانیم. بعدی که ما جمع کردیم بیش از 600 نفر امضا گذاشتن بودند. آدمایی که در دوم روز فهمیدن از فشار زنگ زده به من گفتند که جای زیستی ما توزیع کنین، چون که میترسیدن که یگان پرابلم یگان در سر اونها نرسد. امر پرزیدنت برای بکار کردن فرمان بالا بردن نرخ اینترنت را گروه نتیجه اعتراض و ناراحتی های مردم میدانند، اما برخی میگویند این اقدام سوالهای بی جواب زیاد دارد. 2 месяца назад
2 ماه پیش سازمان گفته بود ما در رده‌بندی نرخ، سرعت و صفت اینترنت در جای پست قرار داریم، اما حالا همه خوشحالند از آنه که ما به همان نرخی گران پیشینه که راضی نبودیم برگشتیم. من شخصا به نرخ پیشینه راضی نیستم. گاه در حالت ضروری اینترنت می‌خریدم. شرکت‌های موبیلی میگویند گزارش بر نظام پیشینه از حالا شروع شده میتواند تا 2 روز را در بر گیرد. زرنگزی نوروز شو، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. بحث مالکیت مуҳиддин Кабирӣ در یکی از دادگاه‌های پایتخت تاجیکستان به فایده دولت حل شد و این قرار را دادگاه болоӣ نیز تصدیق کرد. اما ساکنان منزل‌هایی که مصادره می‌شوند با این حکم راضی نیستند و میگویند قربانی وضعیت گشتند. آنها نیت دارند به زینه‌های болоӣ شکایت برند. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد. دادگاه شهری دوشنبه بحث مالکیت مуҳиддин Кабирӣ رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به فایده دولت حل نمود. این دادگاه قرار دادگاه شاه منصور را به تغییر گذاشت که بر اساس آن بیش از 20 منزل و تالار سودا در دایره پرونده مуҳиддин Кабирӣ باید به نفع دولت مصادره شوند، اما ساکنان این منزل ها از این قرار دادگاه ناراضی اند. یگام دلیلی وای نبود برای دلیل چی؟ این ساکنان میگویند که منزل‌های خود را برای عوض مبلغ از نزدیکان مуҳиддин Кабирӣ خریدند و نباید که آنها قربانی بحث مقامات با کبیری شوند. اسمت الله نرزولف که از حق پسرش در دادگاه حمایت میکرد گفت این قرار نادرست است. ما خانه را در یک چیزی وای خریدگی بودیم با مقدار 15-20 هزار دلار تعمیر کردیم. اگر در شکل اساسی ریانده بگیرد اینا در کجا عدالت است؟ در خانه کی زندگی میکرد؟ در خانه فرزند ما با 7 فرزندش. اگر که اونا رو بیرون کنه چی میشه حالا؟ اگر بیرون کنه در کوچه بمونم، ما جای ندارم خودم سرم پناه کنم. روز 24 اپریل کلیگ اوید به پرونده های گرجدنی دادگاه شهر دوشنبه قرار حبس مالکیت بیش از 20 منزل و مرکز سودا را در شهر دوشنبه درست حسابید. دادرس پرونده ضمن قرائت حلنامه گفت دعواگران این منزل ها صاحب ملک بودن خود را در دادگاه ثابت کرده نتوانستند. به این خاطر به گفته دادرس قرار دادگاه ناحیه شاه منصور به تغییر و شکایت کاساسیونی چند نفر برای این منزل ها رد کرده می شود. بحثی مذکور از آنجا سر زد که دادستانی کل خواسته بود خانه ها و تالار سودای مربوط به مуҳиддин Кабирӣ و فرزندان او به فایده دولت مصادره شوند. با باور مسئولین دادستانی کل مуҳиддин Кабирӣ و نزدیکان او این اموال را به نام دیگران ثبت کردند. ضمناً خود مуҳиддин Кабирӣ رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی قبلا گفته بود اموالی که دادستانی میخواهد به نفع دولت مصادره کند به او و فرزندانش تعلق ندارد. دادگاه خوجанд زنی که در بازداشتگاه پلیسی عینی قصد خودسوزی کرده بود به 1 سال حبس شرطی محکوم نمود. بر علاوه استاد قربانова به پرداخت 17,500 سومانی ضرری که به شرکت ساختمان استاد نویه عینی رسانده است موظف شد. دادگاه ساکن 68 ساله نویه عینی ولایت سوخت را به غصب زمین و قصدا نابود کردن مال و ملک غیر عیبدار دانست، ولی بنابر سالخوردگی و بیماری به او جزای نسبتاً سبک تعیین کرد. استاد قربانова حکم دادگاه را برابر به سفید کردن خودش میشمارد. اشتراف نکردیم، یگون کار نکردیم. رحمت دست شد که موی اخمیر جدا کردن، فقط همین یک آشخونی گفتن که کاساسیون جلب نویسید گفتن وای شما هیچ چیزی کردگی نه. همین 1 سال شما به شرطی خیلی دادیم گفتن شما هیچ وای نه. سفید کردن. رحمان من دست شد مگم که من سفید کردن. در همین حال استاد قربانова افزود که بدرفتاری خادمان پلیس را به باد فراموشی سپردنی نیست و با راه‌های قانونی جهت به جوابگاری کشیدن آنها تلاش خواهد کرد. حالا دعوا دارم. دعوا ابول ملیسه‌های عینی، پروکورور عینی حالا دعوام های. قضیه استاد قربانова بعد آن سر زبان‌ها شد که او روز 11 январ از بازداشتگاه پلیسی عینی با بدن سوخته به بیمارستان برده شد. وزارت کارهای داخلی گفت استاد قربانова کوشش سوزاندن خود را کرد، اما زن این ادعا را رد می‌کند. بینندگان عزیز، تفسیلات قضیه مربوط به استاد قربانова را می‌توانید در وبسایت ما و همچنین آزادی ویدیو پیدا نمایید.
و بازم بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانات در خدمت شما عزیزان است. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. солҳои ахир ба вижа баъди ошкор шудани ширкатҳо ва ҳисобҳои бонкии пинҳонии афроди сармоядори саросари олам аз ҷумла варзишгарони номӣ мавриди муҳокима ва муҷозот қарор гирифтанд. ба мисли ситораҳои футбол Кристиано Роналдо, Лионел Месси ва ҳамчунин сармураббии номии футбол Жозе Муриньо ки бо пардохти миллионҳо доллар ҷарима ва ҳабси шартӣ аз додгоҳ халос шуданд. вале дар Тоҷикистон футболбозони хориҷӣ мушкилоти дигар доранд ва қонунгузорони тоҷик ҳам дар нисбати онҳо ахиран сабуки доданд. Нарзулои Латиф гузориш медиҳад. бозии марказии даври сеюми мусобиқоти қаҳрамонии футболи Тоҷикистон байни дастаҳои Кӯктош ва Истиқлол баргузор шуд. ду дастае ки дар ҳаяташон аз ҳама бештар легионер доранд. бозӣ бо ҳисоби мусовии 2-2 ба анҷом расид ва ҳар ду голи Кӯктошро ба дарвозаи Истиқлол Муҳиддин Одилов, легионери ӯзбекистонӣ, ба ҳадаф расонд. дар ҳайати 7 дастаи лигаи олии футболи Тоҷикистон дар ҳоли ҳозир 21 легионер ё футболбози хориҷӣ бозӣ мекунад ки намояндагони 9 кишварро ташкил медиҳанд. پارلمانی کشور با تغییر به قانون بودجه سال 2019 مربیان و بازیگران خارجی را از پرداخت انداز از درآمد آزاد کرد. این قرار برای آن خوبتر هست که با جمهوری هم بازیگران با صفت می آیند و هم مربیان با صفت، یعنی با درجه بلندتر می آیند. اشمیل کلوتی دروازه‌بان از گانا 5 سال باز در دسته‌های فوتبال تاجیکستان هنرنمایی می‌کند. 3 سال اخیر با دسته کوکتاش قرارداد بسته است. او یک حصه درآمدش را به افریقا برای دستگیری خانواده‌اش ارسال می‌کند. من اویله دارم، 2 فرزند دارم. البته نسپاریدن انداز از درآمد به ما 3 بازیگر از گانا که در باشگاه کوکتاش بازی میکنیم امکان میدهد به پیوندان خود بیشتر کمک مالی کنیم. حالا پرداخت انداز از درآمد برای بازیگران خارجی در تاجیکستان حدود 25% را تشکیل می‌دهد. یگور خخلاف که تجربه بازی در کشورهای مختلف را دارد، سطح انداز از درآمد را در کشورهای بازی کردهش قیاس می‌کند. او سال اول است که با دسته CSKA پامیر شرطنامه بسته است. همکنون توجه متخصصان و فوتبالبازان خارجی به تاجیکستان بیشتر می شود و آنها به اینجا برای پولکارکنی می آیند. من در باشگاه‌های فوتبال بسیار کشورها بازی کردم. فکر می کنم که اینجا پرداخت حجم انداز از درآمد برای خارجیان بلند است. مثلا اگر در روسیه 12% باشد، در تاجیکستان 2 برابر زیاد می باشد. فوتبالبازان خارجی که در تاجیکستان فعالیت می‌کنند از روی قراردادشان حق ندارند درباره معاششان آشکارا صحبت کنند، اما گفته می شود آنها از 3000 تا 15000 سامانی درآمد دارند. کارشناسان فوتبال از سطح بازی لگیونرها در کشور چندان راضی نیستند و میگویند با این مبلغ امکان ندارد بازیگران سطح بلند را جلب کرد. و دادگاه نویه اسماعیل سومانی خورشید عزیزов جوانی گمانبر به لط و کوب یک دختر در مرکز شهر دوشنبه را به 8 ماه از آزادی محروم کرد. دادرس گفت که او دوره ادای جزا را در زندان نظامش عمومی میگذراند. خورشید عزیزов در روز آخرین مرافعه از دوست دخترش ملکه صاحب نظر و عذر خواست. منتظر باشید فردا در برنامه خبری گزارشی ویدیویی در این باره پیشنهادی شما خواهد شد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از اینکه تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و همین گونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش‌های جالب رو از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید و فردا صبح بر وقت نوید بامدادی را پیشنهاد شما خواهم کرد. تا فردا، خدا نگهدار.